85 منسیتی 2 رئال مادرید 1. دقیقه 93 و سوت پایان بازی رئال مادرید 3 منسیتی 2. آیا هنوزم ایمان ندارید؟ بریم که یه تحلیل سریع و بررسی کامل داشته باشیم. تنها کسی که توی ویدیوی پیش بازی برنده بود و پیش بینی رو درست کرد 3-2 رئال مادرید رو گفت. ایشون دوست عزیزمونن که بهشون گفتم بهم پیام بدن داخل تلگرام ولی هنوز پیام ندادن. من پارسام و اینجا رئال مادرید قلمرو شماست. همونطور که کارلتو گفت یه بازی کامل و لذت بخش و همونطور که جود گفت یه بازی عجیب. خلاصه بگم تیم بهتر بودیم. نیمه اول کلی موقعیت سوخت دادیم و یه لحظه از حالن غافل شدیم و گل خوردیم. نیمه دوم بخت با همون یار بود. مزد بهتر بودنمون رو به لطف تعویض اشتباه گواردیولا کرد. اشتباه هم نبود، چند صحنه خوب بود ولی خب به هر حال اشتباه کرد و اشتباه ادرسون. به خاطر این دوتا مزدمون رو گرفتیم. حالا چطور اینطور شد و چرا؟ بیا بهت بگم. اول باید دست مریزاد گفت به کارلتو که با این همه مصدوم و خرید نکردن مدیریت با احترام احمق و خسیس انقدر خوب دفاع کرد و بدون غر زدن و شکایت کردن یه همچین بازی عالی رو به نمایش گذاشت. شوامنی، آسنسیو و والورده واقعا دست مریزاد بودن و مندی هم تو دفاع طبق معمول خوب بود و ولی تو حمله مخصوصا توی اون موقعیت کذایی چرا نمیمیری واقعا مندی؟ و اینکه چرا فران بعد اون بازی اتلتیکو که انقدر خوب بود نیمکت نشین شد؟ دلیل واضحه. حالا دفاع مستحکم تر و با تجربه تر، ولی خب بازم به نظرم حقش نیمکت نشینی نبود. سبایوس و کامایو دبل پیوت عالی بودن که سبایوس مثل همیشه اگه پنالتی که داد و فاکتور بگیریم عالی بازی کرد و مسئولیت پخش توپ و بازی سازی رو خیلی خوب انجام داد. کامو هم دفاعی تر و مخرب بازی سیتی بود. تکلیف خط حمله تو همه بازی ها گفتم از لحاظ تاکتیکی و اینا، ولی ویلا از وینی و ویلینگام که فوق العاده بودن. امباپه هم چند تا موقعیت از دست داد ولی بازم یه گل خیلی حیاتی و عالی زد. رودریگو هم که عالی بود توی بیلداپ ها و بازی سازی تیم و موقعیت ساختن برای امباپه و وینیسیوس عالی بود. عملاً 4-4-2 بازی کردیم. رودریگو یه خط عقب تر بود. همونطور که تو آمار نیمه اول میبینین بازی به شدت پای بود. حتی کیفیت موقعیت های ما بیشتر بودن و تعداد شوت ها، ولی خب واقعا یه بار تیرک نذاشت، یه بار مندی خودمون نذاشت، یه بار ادرسون و غیره. آمار نیمه دوم رو که میبینید به لحاظ هجوم خیلی خوب کار کردیم. 2 برابر منسیتی فقط شوت داشتیم. XG رو ببین و کیف کن اصلا. خلاصه وینی جواب این بنر رو خوب داد. البته به قول قانون هواداره سیتی بنر هدفش در اصل فلورنتینو پرز بوده، مراسم رو تحریم کرد. واقعا هم دلم به حال این گواردیولای بزرگوار که خیلی اتفاقا از تاکتیکی دوستش دارم میسوزه. گل دوم که خوردیم واقعا به جز خوب بودن حرکت فودن روی بدشانسی خوردیمش و این بازی برگشتش تو برنابو دیدن داره. به نظرت قراره تو برنابو چی کارشون کنیم؟ خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدی. امیدوارم خوشت اومده باشه. تو کامنت ها نظری، انتقادی، هرچی هست من تماما گوشم و گوش میدم و آماده تغییر دادنم. ممنون میشم که منو سابسکرایب میکنی، حمایت میکنی و ویدیو رو لایک میکنی.